سلجوق بیگ، غم آخرتون باشه. باور کنین کلمات نمیتونه عمق این فاجعه رو توصیف کنه. تو اینجور موقعیت هاست که دوست و دشمن معلوم میشه. خیلی ممنون. شنیدم کمی مشکل دارین. شاید بتونیم با کمک هم این مشکلات رو رفع کنیم. در زمینه بهداشت ما یکی از بزرگترین شرکت ها رو داریم. امیدوارم پیشنهاد شراکت در زمینه اداره بیمارستاناتون رو صرفاً یه ژست دوستانه تلقی نکنین. شما با اومدنتون به اینجا ما رو سرفراز کردید. در ضمن روح مرحوم برادرم هم شاد کردین. اما آقا تورانبک، خودتون که بهتر میدونین تمام بیمارستانای ما فقط به منظور ارائه خدمات به محتاجین و بی‌بضاعت‌ها راه اندازی شدند. تمام پزشکای بیمارستانامون هم با همین نیت با ما همکاری میکنند. زمانه عوض شده آقای سلجوق بیگ. تو هواپیما میگن اول ماسک اکسیژن رو برای خودتون بزنید و بعد کودک همراهتون. الان شما محتاج کمکین. اجازه بدین ماسک رو بزنیم و یه نفسی بکشیم، بعد دوباره شروع کنیم. آدم باورش نمیشه که این یارو ترکه. حتی در زمان هیتلر هم همچین کسی پیدا نمیشد. خانواده کاشکارا همینجوریه دیگه. توی یادداشت‌های خودتون خوندم کسی همزمان در زمینه درمان، ساخت و ساز و کازینو فعالیت میکنه؟ تازه دستش تو مطبوعات و سلاح هم هست. لعنتی 35 تا 40 میلیارد دلار پول داره. قاتل با کسی تماس نگرفت؟ هنوز نه قربان. دختره چی کار میکنه؟ دختر توروس؟ آره. تو خونه است، جلسه داره. اون گوشی رو بده ببینم. من هیچ وقت شرکت رو واگذار نمی کنم. خودتون میدونین، اما باید اینم در نظر داشته باشین که اگه تا یه هفته دیگه 50 میلیون دلار دستمون نیاد، راه دیگه‌ای برامون باقی نمیمونه. فقط خونم 50 میلیون دلاره. اون قبل از مرگ پدرتون بود آقا خانم. منظور چیه؟ خب امروز اگه بخوایم خونه رو گرو بذاریم نهایتاً 10 میلیون دلار بهمون میدن. تازه اگه بدن. حتی $1 هم کمتر از 50 میلیون نمیفروشم. تازه نمیخوام بفروشم مگه اینکه مجبور بشم. پس این همه پولو از کجا باید تهیه کنیم؟ عموم پول نداره؟ تمام دارایی عموتون تو گروه بانکه. تازه اگه پولی هم داشته باشه که نداره، ببخشید که اینو میگم، زن عموتون اجازه نمیده. جولیده زن عموی من نیست، زن عموم مرده. تازه این قرضه پسش میدیم. درباره یه خونه جدی گفتین خانم؟ به نظر من بهتر از اینه که همه چی رو بدم بره. اما اگه بخوایم خونه رو بفروشیم اعتبارمون خدشه‌دار میشه. میگن میخوان خونه‌شون رو بفروشن، لابد ورشکست شدن. نه که الان نمیگن. خب اینجوری حرفاشون ثابت میشه. همه اعتبارمون از دست میدیم. برای من مهم نیست که کی چی میگه یا چی کار میکنه. من حتی اگه بمیرم هم از حقم نمیگذرم. تو این راه خونه که هیچی، همه داراییمم میفروشم اما میدون خالی نمیکنم. من باید به این دختر کمک کنم. چیزی گفتیم قربان؟ برای همینه که تو الان اینجایی تمر. میدونی که بعضی چیزها رو نباید بشنوی. ما باید با دقت این مشکل رو حل کنیم. چطور برای وام با اینجی حرف بزنم؟ اینجی؟ اینجی تاتار اغول. دختر تاتار اغول؟ آره، چطور مگه؟ رابطتون خوبه؟ از انگلستان با هم دوستیم، دختر خوبیه. آهو خانم، اونا خیلی معروفن. اگه واقعا اینجور که میگید میونتون خوبه، از بانکشون هر اعتباری که بخوایم میتونیم بگیریم. وام چیه؟ جدی میگی؟ گرفتنشو که میگیریم، اما شما حاضرین به خاطرش همه چی رو از دست بدین؟
بیا تو. محمود گندگدو رو آوردم. بیارش داخل. بیا تو. چی میخوای گندگدو؟ همه جا رو به هم ریختی که با من حرف بزنی؟ میشه خصوصی صحبت کنیم؟ تو کی هستی که من بخوام باهات خصوصی صحبت کنم؟ من شکایت دارم. میخواین کتبی مطرح کنم. چه شکایتی؟ باز کدوم یکی از قوانین ما رو نمیپسندی؟ پولاد علمدار تو ماشینی که منو به زندان آورد چی کار داشت؟ چی داری میگی؟ عقلتو از دست دادی؟ منو انداختین تو انفرادی. حق تلفن زدنم که ندارم. حداقل حالا که امنیت جانی ندارم بذارین به وکیلم زنگ بزنم. تو اول دهنتو باز کن و اطلاعات بده، بعد از تلفن حرف بزن. من چیزی نمیدونم. یارو خیلی راحت سوار ماشین زندانیا میشه، منو تهدید میکنه، بازجویی میکنه. پس امنیت جانی من چی میشه؟ تو اگه با پولاد علمدار طرف شده بودی الان اینجا جلوی من نبودی. این دروغگو رو از جلوی چشمم دور کن. را بیافت. شکایتم داره. گفتم را بیافت. وگرنه اینجا برو بیرون. سرت خراب میکنم. اگه داوود تاتاروغول بخواد تو 3 ثانیه مشکلات ما حل میشه، اما خانواده اونا هیچ وقت بی حساب و کتاب کاری انجام نمیدن. من فقط اینجی رو میشناسم. در مورد پدرش و برادراش چیزی نمیدونم. داوود تاتاروغول از تمام تاجرایی که تو این کشور میشناسید ثروتمندتر و قدرتمندتره. هیچ کاری نیست که نتونه انجام بده خانوم. میگن ثروتش بیشتر از 60 میلیارد دلاره. همچین پولی رو هیچ کسی تو دنیا نداره. فکر نمی کنم داشته باشه. چرا نداره؟ شما لیست فوربس رو فراموش کنین. اون لیست از مدت‌ها قبل خانم. فعلا از هر شرکت معتبری که تو دنیا بپرسید اسم تاتاروغول براشون آشناست. یعنی بابای اینجی؟ پدر اینجی شما داوود تاتاروغول از کار ساخت و ساز میره به مطبوعات، بعد به تجارت رسمی و غیر رسمی اسلحه، نفت، بانک و مؤسسات مالی. بالاخره هیچ کاری نیست که اون و خانوادش توش دست نداشته باشن. اگه اونا بگن که به ما کمک میکنن، من به شما پیشنهاد میکنم که ساکتونا جمع کنین و این کشور رو ترک کنین. بگذاریم. با توروسا چی کار کردین؟ آقا داوود، اداره شرکت بر عهده دختر چاری. سلجوق چی کار میکنه؟ اون خیلی تو کارا دخالت نمیکنه. همون دختره چشم سبز نیست؟ آهو دوست منه. خیلی باهوشه، دختر خوبیه. اگه باهوشه که با هم کنار میاییم و اگه دوست توه پس باید تو این روزای سخت کمکش کنیم. حاضر به اغلوها دنبال شرکت ساخت و سازشون هستن. کاجکارا بیمارستاناشونو میخوان. کاراجاد آقام دنبال بقیه اموالشون هستن. کاجکارا بیمارستانا رو میگیرن. اونا هرچی میخوان به دست میارن. اما اگه به توروسا کمک کنیم حاضر بی اغلوها هیچ کاری نمیتونن بکنن و میمونه کاراجاد آقا که زمینای با ارزشی دارن. اگه از دستشون بدیم پشیمون میشیم. من تو این 60 سال تجارتم یک بارم پشیمون نشدم. حتی از اینکه دخترمو به تو دادم من پشیمون نشدم. چرا به تو اعتماد کردم؟ چون برادر عادلی. وقتی کسی با اعتماد باشه با ارزشترین چیزت هم بهش میدی. اینجی؟ برو سراغ دوستت. تفلک پدرشو از دست داده. هرچی شما بگین پدر. دختر عاشق منه. کسی هم هست که عاشقتون نباشه؟ نه نیست.
پرموز میخوای بشینی تا خودشون درو باز کنن؟ نه قربان. ما که احتیاجی به بیمارستانه اونو نداریم، پول هدر کردنه. اینجوری هم نیست عزیزم، این جنگه. حالا که هر کی یه تیکه از این گوشت رو میکنه و میبره، ما هم نباید بی نصیب بمونیم. برای چی میخوای؟ باید ببینیم تا کجا میتونیم فشار بیاریم. بیمارستاناشون رو مطالبه میکنیم، بعد میبینیم چه حریفای دیگه ای هم داریم و چقدر قدرت دارن. بر اساس اون استراتژیمون رو تعیین میکنیم. تازه تا وقتی من تو سازمان بهداشت و درمان هستم نمیذارم کسی دیگه ای تو این وادی قد علم کنه. اونا خیال پردازای ایدئالیستن، میخوان بیمارا رو مجانی معاینه کنن. مگه شما دولتین؟ اونم با این اوضاع احوالی که خودتون دارین. معلوم هست کجایی برادرزاده؟ ورزش میکردم عمو جان. حالتون چطوره زن عمو؟ ببینم دختر تروسو که میشناسی. همون که پدرشو کشتن؟ آره، بهش نزدیک شو، کارش داریم. از نظر احساسی یا تجاری؟ حالا نه این که تو خیلی به احساسات اهمیت میدی؟ اختیار دارین زن عمو. اگه از کسی خوشم بیاد احساسم پیدا میکنم. من یکی رو برات پیدا کردم، کارو تموم کن. آه خانم، مهمون دارین؟ من منتظر کسی نیستم. اصرار دارن شما رو ببینن خانم. کی میخواد منو ببینه؟ پولاد علمدار. بفرمایید آقا. آو خانم منتظرتون هستن. ممنونم. بفرمایید. پولاد علمدار. منم آهوام. خوشبختم. میخواستین منو ببینی؟ قبل از هر چیز میخواستم بهتون تسلیت بگم. ممنونم. منو تو غمتون شریک بدونید. میشه بدونم چرا میخواستین منو ببینی؟ دنبال یه خونه مناسب میگردم. شما مایل به فروش خونتون هستید؟ رئیس بی‌ادبی این دفعه بخشید. میتونی زنگ بزنی. نه خونه و نه هیچ املاک دیگه ای رو نمیفروشم. من نگفتم که میفروشید. گفتم همچین تصمیمی دارید یا نه؟ نه آقا. ببخشید اما میشه بگین چرا فکر کردین من همچین قصدی دارم؟ من همچین فکری نکردم. فقط خواستم بپرسم. ببینم از کسی چیزی شنیدی؟ کسی به شما گفته که من میخوام خونمو بفروشم؟ اگه شما همچین قصدی ندارید پس کی میخواد چیزی به من بگه؟ ببخشید من شما رو نمیشناسم، اما شما اومدین و میگین که من میخوام خونمو بفروشم. به نظرتون این عجیب نیست؟ من نگفتم که میفروشید. گفتم اگه قصد فروش داشته باشید من میخرم. یه لحظه اگه من بیام خونه شما و همچین چیزی بگم شما چی میگین؟ میگم چی میل دارید؟
ولی من به شما چیزی تعارف نمی کنم. من نگفتم که چیزی به من تعارف کنید. رفتارتون خیلی زشته. ببینید آهو خانم، من حرفامو با تسلیت گویی به شما شروع کردم، اما شما حرفمو قطع کردید و پرسیدید که چی میخوام. این ایراد اول. ایراد دوم اینه که فکر کردید من چیزی از شما میخوام. یعنی فکر کردید من یه تاجر یا حتی بدتر از اون عضو گروه مافیایی ام، اونم در حالی که منو نمیشناسید. من همچین فکری نکردم. شما خیلی زود و بدون اینکه نیت یه انسانو در نظر بگیرید اونو محکوم کردید. نمیخوام بیشتر از این مزاحمتون بشم، اما شاید من تنها کسی بودم که تو این شرایطی که شما دارید واقعا میخواستم بهتون کمک کنم و کنار شما و خانوادتون باشم. و حدس میزنم این رفتار شما بر اساس تربیت خانوادگیتون نبوده. سوء تفاهم شده. شما درست متوجه منظور من نشدید. این شماره منه. اگه خواستید خونتون رو بفروشید به من زنگ بزنید. امیدوارم متوجه شده باشید که آدمایی مثل من اونقدر پول دارن که بالاترین پیشنهاد رو بتونن بدن. کی این عکس‌ها رو گرفته؟ یکی از خبرنگارمون که دم در دادگاه بوده. غیر از تو دیگه کی خبر داره؟ خب خود دختره و مدیر واحد خبرمون. خبرنگاره رو بگو بیاد اینجا. چشم آقای یلدیز. بیا تو. تو این عکس‌ها رو گرفتی؟ بله آقا. کی تو رو تهدید کرد؟ مماتی باش، دست راست پولاد علمدار. به کسی دیگه ای هم گفتی که این عکس‌ها رو گرفتی؟ نه آقا، به کسی نگفتم. فقط مدیر و شما خبر دارین. تا وقتی تو روزنامه چاپ نشده به کسی چیزی نگو. متشکرم، میتونید برید. چیو میخوای از تو زندان گوش کنی یا چه جوری؟ اونا که از تلفن‌های زندان استفاده نمیکنن. مهم نیست از کجا زنگ میزنن. منظورت چیه؟ ما صدای طرف و وقتی از تلویزیون حرفاشو پخش میکردن ضبط کردیم. صداشو تو کامپیوتر وارد کردیم و کد برداری کردیم. اون صدا از هر کجای ترکیه و با هر دستگاهی استفاده بشه برای ما قابل شناساییه. جدی میگی؟ اگه صدای منم ضبط کنی از هر شماره‌ای که زنگ بزنم میتونی گوش کنی؟ نه نمیتونم، اما جاتو میتونم مشخص کنم. خب این خلاف قانونه. پس آزادی چی میشه؟ یا حریم خصوصی چی میشه؟ این که چیزی نیست. علم خیلی پیشرفت کرده. حتی از خارج کشورم میتونن تو رو کنترل کنن. منو؟ نه تنها تو رو، هر کیو که بخوان. با هر کی تماس بگیری یا صحبت بکنی، خلاص هر کاری که انجام بدی همه چیز تحت کنترلشونه. از امور ماورالطبیعه که حرف نمیزنی مگه نه؟ از تکنولوژی حرف میزنم. اگه فکرامونم بخونن دیگه نمیتونم تو صورت نوزاد نگاه کنم. هرچند که کار اون راحته. بیچاره هیچی نمیدونه.
ببخشید میتونم بیام تو؟ آره بیا تو. قربانی که از بچه ها عکسای جالبی گرفته. مدیر انتشارات بهم نشون داد. منم گفتم به شما نشون بدم. خب این یعنی چی؟ ظاهرا وقتی داشتن قاتل چاری توروس رو منتقل میکردن زندان، پولاد علمدار رفته سراغش. برای چی رفته دیدنش؟ نمیدونم. اجازه میدین اینو چاپ کنیم؟ اول سعی کنین بفهمین برای چی رفته سراغش. این عکس‌ها نه کهنه میشن و نه خراب. نگهشون دارین. چشم قربان. تو هم یه سر و گوش یاب بده ببین جریان چی بوده. نمیفهمم چطوری درگیر این ماجرا شده. خیلی جالبه. آهو ببخشید که نتونستم بیام دیدنت. مهم نیست اینجی. چطوری؟ خوبی؟ نه اینجی، راستش اصلا خوب نیستم. هر روز بدتر از دیروز. درکت میکنم. من اگه پدرمو از دست بدم دیوونه میشم. میدونم خیلی سخته. الو؟ این به چه دردی میخوره؟ بالاخره زنگ زد. تو به حرفاش گوش کن، من به پولاد خبر میدم. دارم میگم پولاد علمدار. آره من کسی رو نفروختم و نمیفروشم. از سلوی خبری داری؟ گوش کن، یا تا یه هفته دیگه منو از اینجا فراری میدین یا آدرس کسی که بهش زنگ زد. مماتی کار خودته. حتما رئیس. تلفن جایی که باش تماس گرفت و هم شنود میکنی؟ بله قربان، هنوز داره با زندان حرف میزنه. ارهان بگو ایران ماشین رو حاضر کنه، باید بریم. چشم رئیس. کارا چطور پیش میره؟ راستش خوبه، اما یه کمی مشکل مالی دارم. پس چرا به من نگفتی؟ منو که میشناسی، راجع به مسائل مالی با کسی حرف نمیزنم. اما من دوستتم. شوهرت کجاست؟ نمیدونم برادر. من این دختر خانمو میشناسم. آهو هستم. حالتون چطوره؟ خوبم. تو چطوری؟ خوبم. برگشتی ترکیه؟ آره برگشتم. من این هفته یه مهمونی دارم. با اینجی در تماس باش. حتما بیا. باشه؟ برادرت عوض نشده. مثل همیشه. کاراجاد آقا میخواستن بهمون قرض بدن، اما خیلی دارن طولش میدن. تو اصلا چرا میری سراغ اونا؟ اونا فرصت طلبن. قبل از اینکه چیزی بدن شرایط سختی میذارن. سلجوق جان، زیاد سخت نگیر، دنیا محل گذره.
یادش به خیر قدیما استانبول شهر امنی بود. با این شرایط آدم چطور پولشو تو این کشور سرمایه گذاری کنه؟ چجوری به سرمایه گذارا بگیم بیان اینجا؟ هنوزم امن جلال بیگ. برادر مرحوممو که تو خیابون به قتل نرسوندن، تو دفتر خودش کشتنش. منم همینو میگم سلجوق جان. کی اون قاتلا رو برای نظافت استخدام کرده بود؟ دیگه نمیتونیم تو خونه راحت بخوابیم و نمیتونیم تو دفترمون کار کنیم. حق با شماست. دیگه نمیشه به کسی اعتماد کرد. خب حالا میشه بریم سر اصل مطلب؟ برادرم با این موضوع مخالفتی نداره. ما میخواستیم مشکلات مالی شما رو حل کنیم، اما بعد از این اتفاق راستش نمیتونیم شرکامون رو قانع کنیم. انگار یکی میخواد مانع کار شما بشه. حرفتون رو واضح بگین جلال بیگ. برادرمو کشتن. مشکل همینه نه؟ ما هم اومدیم تا راجع به همین موضوع حرف بزنیم. از این به بعد برادرت ما هستیم سلجوق بیگ. به جمال اختیار تام میدم. هر چقدر پول خواستین من چشم بسته پرداخت میکنم. ممنون آقا جلال. به امید دیدار. سلجوق با یکی به توافق رسیده. به این راحتی ها ممکن نیست برادر. یعنی با کی؟ با کی میخواد باشه؟ تو دام گرگ سیبری افتاده. این دیگه چه آدرسی آخه؟ نمیفهمم چرا خودمونو درگیر این کار کردیم. چی عبدال؟ نکنه میخوای پا پس بکشی؟ نکنه واقعا متوجه نیستی؟ منظورت چی عبدال؟ خیلی خوبم میفهمم درگیر چه کاری. هرچی میخواد بشه بشه. بپیچ به راست. زنگ زد. آدرس رو می نویسی؟ آروم باش ارهان. عجله کن ارهان. بریم. چشم رئیس. اونم با یکی دیگه داره تماس میگیره. بابت همه چی ممنونم آقای دکتر. سلامتی و عمر دوبارم و مدیون شما هستم. این چه حرفیه؟ فقط هر وقت احساس کسالت کردی؟ خدا نکنه. این دفعه نوبت شماست که بیاین پیش ما. البته فقط برای پذیرایی. با کمال میل. با اجازتون. خواهش میکنم. خب دیگه آقا حسنی، دیگه وقت خداحافظیه. خدمت به شما باعث افتخار من بود. خواهش میکنم. چه خدمتی؟ من اینجا از شما فقط برادری و دوستی و رفاقت دیدم. هیچ جوری نمیشه جبرانش کرد. شنیدن این حرفا از آدم بزرگی مثل شما زبان آدم رو بند میاره. آقای تنجای، اگه اجازه بدین من بعد از پایان 30 سال خدمت به دولت بیام و بقیه عمرمو در خدمت شما باشم. جدی میگی؟ البته اگه قبول کنید. واقعا خیلی خوشحال میشم. از یه طرف خوشحالم که مرخص میشم، از یه طرفم ناراحت که از شما جدا میشم. معلومه که قبول میکنم. بعد از بازنشستگی منتظرتون هستم. راستش من حکم بازنشستگیمو گرفتم.
از این به بعد حسنی فقط خدمتگزار شماست. بفرمایید بریم. زنگ زد. به این شماره زنگ زده. اونجا زندان نیست. میخوان قاتلو بکشن. ای بابا ارن، من میگم همه جا میتونن آدمو تحت نظر داشته باشن، تو میگی راست یا چپ؟ خب حالا باید کدوم طرف بپیچیم؟ گفتم چپ چپ. تو میدونی از کی تا حالا رئیس پولاد با این یارو تمر کار میکنه؟ چطور مگه؟ باید با تمر حرف بزنم. فقط خدا میدونه از کی تا حالا حرفامونو شنود میکردن. معلوم نیست پای تلفن چیا که نگفتی. حالا باید کدوم طرف بپیچیم؟ ای بابا ارن، دارم میگم داوای داوای داوای. روسی میفهمی یا نه؟ بازم بپیچ به چه؟ حداقل یه تشکری میکردی. برو رئیست ازت تشکر کنه. بیا و خوبی کن. چطوری پولاد جان؟ تو زندان کسی رو داریم دایی؟ خدا را شکر کسی رو نداریم پولاد جان. منظورم این نبود. یه اسم بهت میدم، میتونی جونشو نجات بدی؟ کیه که انقدر برات مهمه؟ انشالله که خیره. میدونی دایی، اون محمود گندقدوه. توروس قاتل چاری توروس رو میگی؟ خودشه. باید چند روز بیشتر زنده بمونه. سعیمو میکنم. کار آسونی نیست اما حلش میکنم. اگه خیلی مهمه از زندان فراریش بدین. نه دایی، تازه انداختیمشون تو. باید همونجا بمونه. هرچی تو بگی. رفیق نمیتونه اینجا باشه. فکر نکنم آدمی که ما دنبالشیم بیاد یه همچین جایی. هم ناراحت شدم هم خوشحال. خوشحالیم بابت اینه که اون یارو تمر اشتباه کرده. بعضی وقتا تکنولوژی هم یه چیزایی یا نمیدونه. الو، آدرسو به ما اشتباه دادی برادر. ارن یادداشت کن. تو مطمئنی؟ بنویس یارو جاشو عوض کرده. احتمالا همین خیابونه. واقعا که یک ساعت نتونستیم یه آدرس پیدا کنیم. بریم تو. برو دیگه، منتظر چی هستی؟
خدا بد نده. ممنونم. هر چی بود تموم شد. خوشحالم. من در خدمتتونم. این چه حرفیه؟ به کمکتون احتیاج دارم. درست به موقع اومدین. من در خدمتم پولاد خان. شما تو دهه 80 تو کار دولتی بودین. اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 یه سری قتل توسط افراد ناشناسی انجام شده. میخوام هرچی راجع به این سوء قصد میدونین به هم بگین. مورد خاصی هست که میخواین بدونین؟ سوء قصد اوزال. چیزی شده برادر؟ نه جانم چیزی نیست. بذار خودم رو معرفی کنم. من حسنی یالین کلیجم. بعد از 30 سال کار دولتی حالا واسه آقای تونجای کانتارجی کار میکنم. مدیر دفترش هستم. خوشبختم. بیا تو. آقای دکتر، حسنی رفته. منظورت چیه؟ اون که هیچ وقت بیرون نمیره. نمیدونم آقای دکتر، فعلا که رفته. برمیگرده. هر جا باشه پیداش میشه. حسنی حتی یه شبمون بیرون دووم نمیاره. بوی باروت میاد. تازه کشتنش. عبدال چی کار داری میکنی؟ شما واسه چی اومدین؟ ببینم کار شماست؟ نه ما همین الان اومدیم. بهتر از اینجا بریم. یه لحظه صبر کن. مرحوم اوزال تو دهه 80 سعی داشت تا ترکیه رو بیشتر با دنیای خارج نزدیک کنه.
تبدیل فوری پول ترکیه و ارز قابل خرید و فروش و حمایت از صادرات باعث ناراحتی یه عده‌ای شده بود. این برنامه‌های مرحوم اوزال پایه‌گذار سیاست‌گذاری‌های دهه 90 درباره پیوستن ترکیه به اروپا شد. چه کسی خواهان مرگ اوزال بود؟ یه کنسورسیوم بزرگ. چیکار کردین مماتی؟ سریع اونجا رو ترک کنین.